اما متاسفانه صاحب همین علم با علم عمل نمیکنه. با علم که عمل نکردی او دردی سرت میشود، هیچی فایده نمیرسونه. زیرا حاصلی همین ببینه غرض از درخت حاصل باشه، اگر درخت مشنونی مهنت میکنه که حاصلش بگیرم، غرض از همین علمم اونم حاصلش هم عمل کردن ای. عمل که نباشه هیچی نیست. علم باید با عمل باشه، به عمل که باشه علم لا ینفع اجزا میتونه برای صحیح باشه. در خبر اومده است ابن عساکر در کتاب معروفش تاریخ دمشق از ولید ابن عقبه ابن ابی معید روایت میارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دخل ان الناس من اصحاب الجنه یطلعون علی اناس من اصحاب النار. حضرت پیغمبر گفت که یک گروه از جنتی ها یک قسم دیگر را میبینن از دوزخی ها، میشناسن شو، در همین دنیا میشناختن شو. شاید حجاب ای پیش چشمشو بگیرن، شاید رنگ اینه در همین دنیا ما میبینیم واتساپ میکنن، خاک بالا میکنن، همدیگر خدیگر میزنن، نگاه کرده به همین شکل صورت باشه. شاید این خبر توسط ملائکه ها رسانده میشود، این شما درک ندارید، اما خبری پیامبر صادق مصدوق است که میگه یک گروه از جنتی ها با یک گروه از دوزخی ها ملاقات میشوند. فیقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منکم. سوالش میکنه ای بچه چی شما داخل دوزخ شدید؟ چرا شما را خدای تعالی در دوزخ پرداخته است؟ قسم به ذات پاک سبب جنت آمدن ما نمو سخنای شما شید، گپای شما را گوش کردیم، با گپای شما عمل کردیم، خداوند مستحقی جنت بگردونده است. شما را چی درد رسیده است که در قعر جهنم میسوزه؟ فیقولون انا کنا نقول ولا نعمل. در جواب میگن ما هم کثافت به سعادت بدیم که میگفتیم خود ما عمل نمیکردیم. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. باغی درخت علم ندانم بجز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ ببری. امروز غره به فصاحت که در حدیث هر نکته را 1000 دلایل بیاوری، فردا فضیح باشی در موقع حساب، گر حیله بیاری و عذر بگستری. به حضرت به یک علم میگه علم آدمیت است، جوان مردی و شرف، ورنه ددی به صورت آدم مصوری. و علم چی است خودش؟ جوان مردی است، جودای، شرفای، تقوای، عبادتای. و اینو تو یک حیوانی به هم شکل صورتت مثل انسانای، نباشه عقل فراستت مثل یک حیوانای. سبحان الله. راستی صحبت روزی بعد میشه و اگر این مفصل گپ زنیم. و من نفس لا تشبع، حضرت دعا میکرد پروردگار من به تو پناه طلب میکنم از همین نفسی که سری ندارم. حقیقتا اگر همین نفسی پلید به اختیار خودش مونی، دنیا را که بریزنش سیر نمیشه. حدیث امام بخاری است، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تاکید میکند لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر همین فرزند آدم 2 دره طلا داشته باشه در طلب سیمش میغلطه. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب. این خالگی شکم آدم هم خاک لحد پر میکنه، با مال دنیا با نعمت دنیا هیچ وقت پر نمیشه. هر قدر که بریزنش با طلب میکنه و اشتها میگن در تای دندانای چی قیز زیادتر شد هم قدر حرص طمع زیاد میشه. حضرت صلی الله علیه و سلم به همون خاطر میگم خدایا من به تو پناه طلب میکنم همین نفسی که هیچ وقت سری نداره. ما شما را باید به خدا پناه ببریم. ولی این کارک ما بکنم بعد انشالله بعد اوسا دیگه عملای خیر انجام میتم. ولی این میکک کنم بعد میکنم یک روز به این بری میره هم تا یگان عمل خیری انجام ندادم. خیلی جوان مردی در کار که همین سری نفس شب بگیره. حقیقتا دنیا شیرین ای، حلوه خزیره ای. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت بسیار شیرین و سرسبز ای دنیا. هر قدر نعمتش زیاد باشه هم که انسان از ذوقش بکنه.
هم کس زیادتر در طلبش میشه. انسانی عاقل شخصی را میگن که فکر قیامت چکنه، فکر آخرت چکنه که از مال سوال کرده میشوه. اگر از دیگر عملها و از دیگر نعمتها یا سوالش کنن، از نعمت مال دو سوالش میکنن. من این اکتسبه و فیما انفقه، از کجا پیداش کرده در کجا خرجش کرد. خیلی مرد در کار به خدا قسم. ولی بعضا یکی شیر بچه ها را میبینی رفتار و کردارش را میگوی احسن خدا برکت بده. بعد هستن آدمای بزدیلی که کچو غیرت ندارن، بود نمیخوان چشم ندارن که جوانمردی یک کسب بینن. ای بچه همین ما را مال داشته باشه میکنیم رو تبت کردم. اگر ای زیادتر داشته باشی والله نمیکنی. غیرت در کار برای کار انجام دادن. کاری هر بزنس خیر من گفتن. چقدر که مال زیاد شد همون تاجیکای ما یک متل دارن که هم تنگتر میشوه، هم تنگتر میشوه، هم انسان سختتر میشوه. تاریخ بزرگا را ببینه، تاریخ پیشینو را ببینه، همین یک درس عبرت نیست برای ما و شما. خیلی مردک در کار که خدای تعالی مولا بتشو، مولا به خاطر خدا صرف کنه، پیش نفسی قیچه گرفته بتونه. پرابلم بسیار باز بین غلطیده است امروزو مشاهده میشود. الحمدلله مردم دورو شدگیان، ثروتمند شدگیان، لیکن از بس که همو موافق فرمان خدا که عمل نمیکنه. وقتی که یک کس گذشت مالی همو گذشته را مالی میتا طبق شریعت طریقه نمیکنیم، با درجه رزبورو زیاد شده است که برادرها دشمنی برادر هم شدگیان، با همدیگر چنان سگ پشک شدگیان که الهی توبه سودبازی را بود نمیکنن. مثلا به حد زیاد شدگیان خیلی همین قدر دوره با طلب میکنن. یک کس در همین قزاقخانی ما گفتن اون محله قزاقخان خیزونده است یک گوهی. پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت سعد ابن عباده، سعد ابن عباده را من قصهش زیاد کردم، قسم به الله دوستش میدارم حضرت، به خاطر نمی سخای نفسش، به خاطر جوانمردیش، به خاطر اون که هر شب طبق سرید سعد ابن عباده در نزد پیامبر بود، به خاطر اون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خاندانشون وصف کرده است. این الجود شیمت اهل هذا البیت میگه جوانمردی سخا خصلت خاراکتری مردم این خاندان است. همین حضرت بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر در مدینه منوره نایستاد. در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق بود. همه فرزندا را گرد آورد یک جا. در زندگیش تمام مال و ثروت چگریف بینشو تقسیم کرد. بسیار آدمی دارا بود، با دولت بود. همه مال و ثروت در بینشو تقسیم کرد داد. بعدا خودش همین سوار شتر همراه اویلش به شام سفر کرد رفت. بعد 6 ماه از دنیا گذشته است. خدا رحمت مغفرتش کنه. این حضرت آگاه نبوده است، نمیدونسته یکی ای کنیزهاش که به همین فرزنداش واگذار کرده و رفته بود حامله شده بوده است از خود همین سعد ابن عباده. کنیز وقتی که ای سعید خودش از خوجینش حامله میشوه، او کنیزه که امی ولد میگن. الک استاتوسی او استاتوسی غلاما و کنیزا فرق میکنه. او را دیگه فروخته نمیشوه، با کسی هدیه کرده نمیشوه. وقتی سعیدش خوجینش که مرد آزاد میشوه. فرزند چند فرزند یا سعید حساب میکنه. حامله بوده است. یا پسرچه تولد کرد. حضرت عمر نزد حضرت ابوبکر صدیق آمد. گفت یا امیرالمؤمنین همین طفلک دیگه به هیچ ایمان داخی. پدر این سعد ابن عباده در وقت زنده بودن همه مال و ثروت تقسیم کرد در فرزنداش، دیگه هیچی نداره. این بیچاره میمونه همین به یگون وسیله زندگی. همراه حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر نزد قیس ابن سعد اومدن، پسر سعد ابن عباده، پسر کلانی شاید. نزدش اومدن گفتن رحمتی سعد خیلی مالش تقسیم کرد، این ای طفلک ده هیچ نمیرسه. انسان حق داره که در وقت سالم و تندرست بدن مالش، انسان حق داره که در وقت سالم و تندرست بدن مالش بگیره هیبه کنه، هدیه کنه. این هیچ کمان کردن نمیتونه. همین میگن خدا چی فکر داری؟ همین را ایسر اینو تقسیم بندی نکنیم که هم یک حساب برای همین طفلک هم جدا کنیم بتیم. گفت قسم به ذات پاک
من تقسیمات پدر ما هرگز بدل نمیکنم. پدر برای ما را افطاریتت های، مردی خدا بود. حقیقتا اون نمیدونست که کنیز حامله های. من تقسیمات پدر را گفت هرگز دیگه عوض نمیکنم، اما همون مالی را که پدر برای من داده است همش یک لخت ده همین تفلک هدیه کرده میدم. اینا حصه خدمت بخشیده باشه. اینا مردی میگن. انا خیلی جوان مرد در کار که همون سری نفس بگیره. اکای دوملو میگه مثل فهمیده که این نفسی پلیده چیکار کنم بیاری همون انورای قاشق بخورم. حقیقتا وزبی نیاخی. گفتم سگی نفس رو مگر پیر کنم، در گردن او زی توبه زنجیر کنم. زنجیر در آن شود چه بیند مردار، با این سگی نفس من چی تدبیر کنم؟ اگه تدبیرش چی است؟ با خدا پناه طلب کنه. خدایا ما با تو پناه می طلبیم از نفسی که سیری نداره. خدایا برام قناعت حاصل بگردون، قناعت مو بده. و من قلب لا تخشع. خدایا با تو پناه می طلبم از دلی که ترس نداره. ترس خدا در او وجود نداره. حقیقتا همین دلی که ترس نداره بسیار خطرناک صاحبش، بسیار خوفناک می شود. از هیچ جنایتی روی زمین سر نمیتوبه. ترس خدا هست. در عقل اندیشه سوال و جواب منکر و نکیر، سوال و جواب فرد روز قیامت. حتی در همین دنیا را اگر ببینه انمو ترس اون است که مجازات میکنن، ترس اون است که اشتراف میکنن، نباشه این بعضی بسیار معقولی میکنن. خدا رحمت کنه. علامه ابن اسیر میگه من یزع القرآن اکثر، من یزع السلطان اکثر ممن یزع القرآن. کسایی که از ترس سلطان جنایت نمیکنن همیشه در جامعه بیشتر و زیادتر هستند از کسایی که از ترس قرآن و از ترس خدا جنایت نمیکنن. همین شفیارو را ببینه، جایی که اگر همون کامera باشه مردش همه دوزه اولی 5 و 6 میسته، در جای کامera نباشه در همون سویتافوری سر هم میبینی لغت کرد گذشت برفت. خیلی مردی در کار که ترس داشته باشه. والله در دلی که ترس خدا نباشه در اوجه ایمان نیست. ایمان دو قنات داره. یک قناتش امید داشتن به رحمت خدای، قنات دیگه‌اش ترس داشتن از غضب خدا. همین اگر به شرطی که ترس خدا کی نباشه او دل دیگه او دل مؤمن حساب نمیخواد. ندیده بود که گفتگویش نکند، ندیده بود که جستجویش نکند، نیکام و زبان که گفتگویش نکند. هر دل که در او ترس خدایی نبود گر پیشی سگ. ندیده بود که گفتگویش نکند، ندیده بود که جستجویش نکند، نیکام و زبان که گفتگویش نکند. هر دل که در او ترس خدایی نبود گر پیشی سگ اندازند بویش نکند. او دل ترس خدا داره که انسان آیندهش فکر میکنه، اندیشه میکنه. انشالله دلی که ترس خدا داره خدای تعالی آتش جهنم براش حرام میگردد. حضرت صلی الله علیه و سلم امت را بشارت داد لا یلیج النار رجل بکا من خشیت الله. لا یلیج النار رجل بکا من خشیت الله. مردی که از ترس خدا یک قطره آب دیدش جاری می شود آتش جهنم خداوند بر او حرام میگردد. همین خاطر دائم دعا کنه خدایا از همون قلبی که ترسی تر نداره نمی ترسه ایتو به تو پناه میبریم. وقتی که قلب از خدا که نترسید او منبع و مکان شیطان میشود، خانه شیطان میشود. شیطان همیشه حرکت میکنه به مجرای دم انسان و جاش هم همون قلب انسان است. در همون قلب چه جا میکنه دیگه او قلب زنگار میبنده، دیگه حقیقت درک نمیکنه. ولی بعضی آدم هم میبینی ای بچه میگه نخود تو حوزی را نفهمه در 80 رفته سر در سجده الهی نگذاشته چی به همی کارا نمیکرده باشه. این برای دل دیگه زنگار بسته است، دیگه حقیقت ای باطل فرق نمیکنه. خداوندی بزرگ قلبامونا با ترسش مملوء بگردونه که همیشه در اندیشه روز قیامت باشیم، از غضب پروردگار ترسی داشته باشیم.
و حضرت صلی الله علیه و سلم خلاصه حقش کنیم که ناتمام نمونه. چهارم دعایی که میکرد همیشه تاکید میکرد اللهم اینی اعوذ بک من دعاء لا یسمع او لا یستجاب له. خدایا به تو پناه طلب میکنم از دعایی که شنیده نمیشود، از دعایی که قبول درگاه پروردگار نمیشود. اگر انسان که پاکیزه و تازه نباشه، لقمش حلال و تازه نباشه، سر دهنش حلال و تازه نباشه، بندگی خدا را به جا نیاره، دعا را از صدق اگر نکنه، از کجا شنیده میشود، از کجا پذیرفته میشود؟ امام حاکم روایت میکند و امام طبرانی در معجم کبیرش والله اعلم که بار سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم التجا کرد، گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب دعوه. ای رسول خدا، گفت دعا کن که خدای پروردگاری بزرگ مرا مستجاب دعوه بگردونه، هر دعایی که میکنم پیش پروردگار اجابت شود. حضرت گفت یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب دعوه. ای سعد همین طعام تا تازه که لقمه حلال بخه، لقمه حرام و شبهانه که یاس بگذار، البته که مستجاب دعوه میشه. بعدا حضرت سوگند یاد کرد والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، این العبد لیقذف لقمة الحرام فی جوفه ما یتقبل منه عملا 40 یوما. هر انسانی که یک لقمه حرام میگه تناول میکنه تا 40 روز خدای تعالی طاعت عبادت چه قبول نمیکنه. این معنای اون نداره که 40 روز دیگه باید طاعت عبادت نکنه، نه، مرده میکنه، مردم مکلف است، نه که پیش پروردگار قدر منزلت نداره، همون طاعت عبادتش ثواب نداره. و ایما عبد نبت لحمه من السحت او ربا فالنار اولی به. و هر بنده که گوشت بدنش، سفیده بدنش، انرژی که در بدنش پیدا میشود از لقمه حرام است، از ربا است، آتش جهنم میگه برای او بدن اولاتره. دعا شرطای خود چه داره آخی؟ وقتی دعا اجابت میشود که انسان پاکیزه و تازه باشه، پرهیز کنه، باور کنه اگر چندی حالی او عمرم نداریم خیال میکنیم حالی هم بچه ایم، اینا تای 60 رفتگیم. خدا با شکر ما همون سفیدای را دریافتیم که به حد تازه و تازه کار بودن که طعمت مغازین نمیخوردن، ولی گوشت و پوست و دیگرش روسو بیسته. اخی من مسافیدای را دیدم که آردی مغازین نمیخوردن در هم دورای شوروی، خودشو میگرفتن در اونم آسیابا آرد میکردن، روغن مغازین نمیخوردن، جواز میکشیدن. اگه پورا با پای هر کس درست کرده نمیشه، بعضی آدم هم تری به غیرتر میشه، نه که به هر وجه صورت همین انتخاب لقمه، پاک نگه داشتن لقمه بسیار مهمه. این نفس هر چی در کشیدن میگیره آخی. خیلی مرده که در کار که احتیاط کنه، پرهیزگار باشه. حضرت گفت حدیث امام بخاری ای ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات. بیشک حلال معلومه، حلال همه میدونن، آشکاره، حرام هم میدونن. انا بین حلال و حرام بعضی چیزایی هست که شبهناکن، شبهه دارن. هر کسی که از همین شبهناک میگه اگر پرهیز نکنه حتما روز در حرام واقع میشود. و من ترک ما شبهت له فقد استبرأ لدینه و ماله و عرضه. اما مسلمانه که سعی میکنه ترک میکنه چیزی شبهناکه، دین خودشه، شرف خودشه، ناموس جوانمردی خودشه، مال خودشه، و یا پاکیزه و تازه نگه داشته است. اگر کردیم انشاءالله دعامون اجابت میشه. با همین سعی کنه در وقت دعا کردن صدقاً دعا کنه. بچه ها دعا را قوری از یاد کردگیم نمیفهمیم معناش چیه. همین تز بعضی ها به درجه تز میگن که بگوی که کویا باری دیگه بگو دیگه گم میکنن، اما استش بگو گم میکنه دیگه. او برای که همین یک امر همین سراسیمه گفته استش میسته که آدم گرگ سر بکرده باشه دیگه هم را استا گفته نمیتونه. آدم باید بفهمه که چی دعا میکنه، همون دعا را صدقاً کنه. اگر صدقاً نکردیم خداوند قبولش نمیکنه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت ادعو الله
و انتم ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. خدا را طرز دعا کنه که خودتون یقین داشته باشه که پیش پروردگار در دعای شما اجابت میشود. فإن الله لا يقبل دعاء عن قلب غافل الله. خدای تعالی هیچ وقت میگه دعا را از دل غافل هوشیار در جاها پرواز کرده است یا با زبان دعا میکنی اجابت نمیکنه، قبول نمیکنه. دعا صدقی برآمد همین دل خودت گویی میده که ان شاء الله همین دعا اجابت میشود. ان شاء الله همین طرز همین طریق ان شاء الله دعا کردن در کار. پروردگار رو در محفل خیر حضور داریم، در حضور این بزرگا عاجزانه دعا میکنیم. محفل خیری برادران را به درگاه بی‌نیازت قبول فرمای. در نام اعمالش و صبر بگردان. مادر مرحومه داملا را پروردگار و رحمت و مغفرت در بحبوحه جنت مستقر بگردان. خداوند از اعمال نیک فرزندان روحش شاداب بگردان. خداوند ایشان خوری را از جمیع بلا و گزنده حفظ کن. پروردگار و محمد جان ما را مثل پدرش خادم شریعت، خادم محب و کمال